آنتروپی چیست؟ قانون دوم ترمودینامیک چطور کار میکنه؟ آنتروپی چه ارتباطی با نظم داره؟ میخواهیم در چند ویدیو آنتروپی یا به انگلیسی انتروپی را معرفی کنیم. لطفاً ما را همراهی کنید. دانشمندانی مثل سعدی کارنو، رادولف کلازیوس از پیشگامان اولیه اند که آنتروپی را کشف و ثابت کرده اند. البته تعداد دانشمندانی که بر روی نظریه آنتروپی کار کرده اند بیشتر از اینها می باشد. آنتروپی ممکن است یک مفهوم علمی پیچیده به نظر برسد، اما در واقع در زندگی روزمره ما خود را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهد. در ساده‌ترین تعریف، آنتروپی معیاری از بی‌نظمی، پراکندگی یا عدم قطعیت است. هرچه آنتروپی بیشتر باشد، سیستم بی‌نظم‌تر و غیر قابل پیش‌بینی‌تر است. اتاق نامرتب و مرتب یکی از مثال‌های آنتروپی است. وقتی اتاقتان را تمیز می‌کنید، همه چیز سر جای خودش است. در این صورت آنتروپی کم است. اما به مرور زمان با پراکنده شدن وسایل، کتاب‌ها، لباس‌ها و لوازم مختلف، آنتروپی افزایش می‌یابد. این همان قانون دوم ترمودینامیک است. بی‌نظمی خود به خود تمایل به افزایش دارد، مگر اینکه انرژی صرف کنید تا آن را کاهش دهید. مثل تمیز کردن اتاق. وقتی تیکه‌های یخ را در یک لیوان آب می‌اندازید، ابتدا یخ و آب از هم جدا هستند که در این صورت آنتروپی نسبتاً کم است. با گذشت زمان یخ ذوب می‌شود و مولکول‌های آب و یخ با هم مخلوط می‌شوند. در این صورت آنتروپی افزایش می‌یابد. این فرایند برگشت ناپذیر است. یخ خود به خود دوباره تشکیل نمی‌شود، مگر اینکه انرژی مصرف کنید، مثل گذاشتن لیوان در فریزر. آنتروپی در زندگی روزمره به ما یادآوری می‌کند که بی‌نظمی خود به خود افزایش می‌یابد. اتاق خود به خود تمیز نمی‌شود. برای ایجاد نظم باید انرژی بگذاریم. تمیز کردن، تعمیر کردن، سازماندهی. بسیاری از فرآیندها برگشت ناپذیرند، مثل ذوب شدن یخ، پخش شدن بوی غذا. پس دفعه‌ای که اتاقتان شلوغ شد یا قهوه‌ایتان با شیر مخلوط شد، بدانید که آنتروپی در حال عمل کردن است.